گیوم تل با شرکت ویل لیمان به نقش گیوم تل و جرمی کلاید به نقش گسلر. این داستان سوارکار نقره‌ای. اونی که دیدی دوست من شهسوار نقره‌ای بود. آره میدونی اون یه آدم عجیب و بدجنسه. اهالی این منطقه دربارش میگن بعد از اینکه یه ضربه به سرش خورده بیناییش از دست داده. دزدان درنورشو بدم حالا کشتن. تنها فکر و ذکر اون کشتنه. هیچ مسافری نمیتونه از چنگش فرار کنه، اما فقط به مردان تنها حمله میکنه. آره اون قدم احمق نیست. اون خیال میکنه کسایی که میکشه باعث شدن بینایی و ثروتشو از دست بده. کاش میشد از دستش خلاص بشه. در صورت همه مردم اینجا از دستش خلاص میشن و نفس راحتی میکشن. منظور منم همین بود. تمام این چیزا دوست من مال شهسوار نقره‌ای بوده. مال مردانیه که کشته. فقط جسده و سلاح‌ها رو نگه می‌داره. گاهی چادرش خیلی دور میشه. اشیاء قیمتی هم براش هیچ ارزشی ندارن. کافی آدم اینجا بمونه و کشیک بره. ولی ممکنه ببینیم خطر سفر در شب 2 برابره. ما دوتا هیچ وقت از هم جدا نمیشیم. البته دیر به این فکر افتادیم، چون اول 6 نفر بودیم. بهتره امشب استراحت کنی رفیق. و زیادم از اینجا دور نشه باشه؟ متشکرم. یواش یواش وقت چیه؟ شام زود حاضر میشه. امیدوارم مرغ بریان دوست داشته باشی. شب بخیر. برای همه چیز متشکرم. سر اینکه به صخره جمجمه میرسه یا نه، بدون اینکه ببینه. اگه دعوامون شد مشکلمون رو طبق معمول حل میکنیم. قبوله؟ چی؟ سرگرمی همیشگیمون. سر اینکه میتونه به صخره جمجمه برسه یا نه. موافقی؟ نوبت منه. من میگم چی میشه. مطمئنم که این مرد غریبه نمیتونه از دست شهسوار نقره‌ای در بره و هرگز نمیتونه به صخره جمجمه برسه. اون موفق میشه. اینا رو هم میذارم مثلا. امکان نداره بتونه. اونو دست کم گرفتی؟ تا حالا کسی نتونسته رد بشه. قبول دارم، ولی این دفعه زده به سرم که اون موفق میشه. حالا چی میگی؟ اون اینم روش. من هرگز اشتباهت نمیزنم. این غریبه نمیتونه از چنگ شهسوار نقره‌ای در بره. حتی به صخره‌ام نمیرسه. تو چقدر فرزی؟ پاشو به ما ملحق شد. فکر کنم از این بازی خوشت بیاد. تخم مرغ.
آقای ما رو دزدیده. بیدار شو نیشش بزن. 4 داری چر میزنی؟ 7 ثانیه هم بیشتر شده. تا 4 شمردم میشه 4 ثانیه. نه احمق. عمدن سر صدا کردی که بیدار بشه و بذاره بره. من تاوان نمیدم. ببینم دوست من، تو این بازی باید خبره باشی. این بازی ها و سرگرمی ها برای ما از غذا مهمتره، از زندگیمونم مهمتره، مگه نه کلاب؟ آره درسته. یعنی اگه لازم باشه حاضریم زندگیمونم رو بازیمون بزنیم. با عقل جور در نمیاد. وقتشه که را بیفتم. جدی؟ آره برو، راه درازی در پیش داری. دو به یکیم رفیق، ما از تو قوی تری، باور کن. زندگیمونم روی همین قاعده استواره. آدم برای اینکه یه نفر رو شکست بده باید اول خل سلاحش کنه، ولی ما اینو مسلح کردیم. ولی انگار این خوشش نیومده. بشین ببینم. لابد از خودت میپرسی هدفمون از این کارا چیه؟ خیلی ساده است. ما فکر میکنیم تو شایستگیشو داری که دعوت به مبارزه رو بپذیری. دیدی که بازی برای من و دوستم چیز مهمیه. حالا نظرت چیه رفیق؟ فکر نکنم تو این وسط به انتخاب داشته باشم. میدونستم که قبول میکنی. پس حالا گوش کن. ما اینجا هستیم، نزدیک این دره. تمام این منطقه هم تحت مراقبت شهسوار نقره‌ایه. ما تو رو اینجا دیدیم، بین اردوگاه اون که اینجاست و صخره جمجمی شکل که اینجاست. کوتاه‌ترین راهی که وجود داره سر خوردن از روی این شیره خاک رسه. اونجا یه راه باریک هست ولی باید مواظب باشی. یه پیچ اینجاست تو بوت زارا. حواست باشه که خیلی خطرناکه. ما میبریمت اینجا رفیق. اینجا به نظر کار آسونی میاد. فقط کافیه خودتو برسونی بالای صخره جمجمه اینجا و زنده بمونی. اینطوری؟ با دست بسته؟ اینطوری که فایده ای نداره، سرگرم کننده هم نیست. نه یه جور دیگه میری. با این میری؟ اصلا نگران نباش غریبه. به صخره برسی کلیدو میگیری. شما دوتا باید تو مبارزه شرایط مساوی داشته باشین، اینجوری میفهمی اون چه در احساسی. ضمن به زودی میفهمی که اون چطوری آدم میکشه. آنتون فکر کنم این دوستمون خیلی دلش میخواد زودتر با اون سوار کنه نقره دست پنجه نرم کنه. مگه نه؟ مگه نه غریبه؟ خوب چشماتو باز کن غریبه، وگرنه من برنده نمیشم. یواشتر، آروم باش. بالای صخره کلیدو میگیری، البته اگه شانس بیاری. صبر کن. یادت باشه من روی تو حساب کردم غریبه. پیدا شد. اون کوره ولی کر نیست. کمانت جلو میره. حالش بده.
هی کلوب، ببین چی پیدا کردم. قیافم بد نیستم، یادم رفته بود چه شکلیم. این آینه به چه درد یک کور میخوره؟ هی کلوب، اینو نگاه کن. شکستن آینه خوشیوم نیست. حالا بدبختی میاد سراغم. شرم نکن مرد. بعد از این همه سال فهمیدی که سرنوشت با دست خودمونه. خب دیگه بریم سراغ صندوقچه. حتما کلی طلا توشه. ها؟ کلوب، باید از اینجا بریم. شهسوار نقره‌ای تا الان اون مرد غریبه رو کشته. تو بردی. یعنی میترسی بمونی ها؟ چطور؟ من میخوام ببینم تو این صندوقچه چیه. تو میخوای بری برو. نه رفیق، من تو رو تنها نمیذارم. واقعا گاهی وقتا خیلی احمق میشی یا تو. یکم مغزتو به کار بنداز. اون چیزایی که اون در معرض دید قرار داده هیچ ارزشی نداره. گنج واقعی اینجاست، تو این صندوقچه. به من میگی احمق؟ با وضعیتی که الان تو داری معلوم شد احمق کیه. رفیق بهتر نیروتو برای دشمن واقعیت نگه داری. دشمن من شمایی. خیلی بد شد که کلید دست بر نیست. تو همین فکری این کارت اصلا دوستانه نبود. اگه بخوای ادامه بدی از کلید خبری نیست. نه تو از عهده این کار برمیای. تا اینجا که معلوم میشه من برندم. کلوب، معلوم نیست چون هنوز هیچی تموم نشده. اگه جای تو بودم انرژیمو هدر نمیدادم. هنوز نصف را مونده. قریبه از جاده دور نشی. به هرگز فکرشم نمی کردم آن تو. انگار این غریبه بالاخره موفق شد. من بردم چون از اول به تو اعتماد داشتم. غریبه کلیدو بدیم. کلیدو بده. بله البته لیاقتشو داری. بسیار خوب. نمیخوام تو بازی بهت کلک بزنم آنتون. تو بردی.
بله، حدس میزدم. این کلاه خود اونا سر تو گذاشتن، همونه که من باشون درگیرم. قبلا بیشتر بودن. کلوپ و دوستانش خدمتکاران من بودن. حتما این داستانو برات نگفتم. اونا علیه من شورش کردن، افراد خانواده‌مو کشتن، اموالمو دزدیدن. بعد از این اتفاق قسم خوردم انتقام بگیرم و میگیرم. دلخوری ازت بردن؟ دلخوری به خاطر تا نیست. امروز همش بد آوردم. تازه غافلگیرم شده. تو آدم کم طاقتی هستی. گوش کن، حاضرم بهت یه فرصت میدم. چه فرصتی؟ خودت انتخاب کن. حوصله‌اش ندارم. حس کن دیگه کلوب، یه بازی دیگه میکنیم. بهتر از هم جدا بشیم. شما از اون طرف بریم. فکر خوبیه. حاضری یا نه؟ چه بازی؟ گفتم که امروز من همش بد میارم. باشه، هر چی تو بگی. بگو. بی حرکت. من بردم. کلیدو بده من. کلید باشه بهت میدم. نمیتونم جواب رد بهت بدم. حقته که کلیدو بگیری. بازم تو به یک کسی بتان. نه، 2-2 هستی. جایتون شکسته؟ نه، من به این درگیری ها عادت دارم. شانسم میارم. بذارین اینو باز کنم. اصلا باورم نمیشه. من میبینم. از ما چی میخوای؟ براتون اشیاء قیمتی آوردم. البته اگه بتونین ارزش اینا رو تشخیص بدین. بابات اینو چقدر میخوای دختر؟ یک هدیه است. اینا از آسمون برای ما رسیده. براتون شانس میاره، برای خودتون و خانوادتون.
شیطان 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 آروم باش شیطان 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 بیاین چی شده؟ شیطان شیطان بچه‌مونو دزدیدن بیاین بیاین شیطان شیطان بیاین 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 شیطان 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 بیاین 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 شیطان 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 بیاین 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 شیطان اینجاست اینجاست شیطان اینجاست شیطان این شیطانه باید بکشیمش باید این شیطان رو بکشیم این جسد پسر منه همون بچه‌ای که 7 سال پیش از ما دزدیدی و با خودت بردی حالا جنازه‌اش آوردی امروز صبح اومدی پسر دوممون رو بردی من تو رو میکشم البته قبل از کشتنت میخوام بدونم چرا بگونه کجا بردی من تصادفاً از اینجا میگذشتم اگه بخواین حاضرم به شما کمک کنم تا پسرتون رو پیدا کنی کاری که الان میخوام بکنم حتما خوشحالت میکنه یه راست میری به جهنم هیبو خواهش میکنم تبرتو بذاری کنار متشکرم پدر من نیت بدی ندارم یه رهگذرم از این بابت مطمئنم شیطان 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 ورود به اینجا برای تو ممنوعه چرا؟ چون یه بزرگسال هستی نه شاید بیشتر از سنم به نظر میام چرت و پرت نگو تو چطور وارد اینجا شدی؟ راستش خودم هم نمیدونم چطور اومدم تو چرا اومدی اینجا و چی میخوای؟ یه چیزی آوردم که به دردتون میخوره یک کمان شما اینجا در خطرین؟ اگه اینطوره میتونم کمکتون کنم یا طرز استفاده از این کمان رو نشونتون بدم چیزی که برای ما خطرناکه بودن تو در اینجاست اگه نظر تو اینه پس باید مراقب خودم باشم چرا ورود به اینجا ممنوعه؟ کنجکاوم محل زندگیتون رو ببینم اگه حاضر بشی سلاحتو نیاری میتونی بیای تو جزء مقرراته؟ اینجا هیچ مقرراتی وجود نداره اینجور چیزا مال آدم بزرگاست ما فقط به دنیا اومدیم که از دوران کودکیمون لذت ببریم بعد از دوران کودکی هم میریم به بهشت میریم به بهشت وقتی کالبد جسمانی رو ترک میکنیم روحمون پرواز میکنه و معصومیتمون حفظ میشه اینطوری تا ابد خوشبخت میمونیم چیزی که اینجا میبینی یه جمهوری کودکی جاودانه است جالبه
جای کاخهای سنگی ماست. اینجا یاد میگیریم چطور خونه بسازیم و شنا کنیم یا ماهی بگیریم. ما آزادیم هر کاری که دلمون میخواد بکنیم. میدونی اینجا مدرسه‌ای وجود نداره. مدرسه نمیریم. مدرسه مال چیز یاد گرفتنه. اگه از کسی خوشمون نیاد میتونیم بزنیمش. این شبیه کاریه که آدم بزرگا میکنن. مجبور نیستیم خونه رو تمیز کنیم یا وسایلمون رو خوب نگه داریم و مرتب کنیم یا بشوریمش. مجبور نیستیم هیچ کدوم از این کارا رو بکنیم. شبا میتونیم تا دیر وقت بیدار بمونیم. تنها کارمون اینه که تمام روز تفریح کنیم. هیچ وقت بر نمیگردیم؟ برگردیم؟ کجا؟ به منظورت به روستامونه؟ چرا؟ فقط برای دزدی؟ برای دزدی؟ چه اشکالی داره؟ بالاخره ما اون غذا میخوایم. تخم مرغ و شیر و مرغ و عسل میدزدیم. هرچی که دوست داریم. ولی این چیزا رو از کی میدزدیم؟ خب این که معلومه. از پدر و مادرامون. پس از کی؟ باید غذامون رو بدن. من گشنمه. خیلی گشنمه. منم همینطور. اینجا چیزی هست که بخوریم؟ اونجا چند تا ماهی دیدم. فکر میکنی به ما میدن؟ آره. لوکاس یادت رفت؟ بس کن دیگه. یادت رفت از روستا غذا بیاری. تو هم یادت رفت. گوش کن لوکاس، به حرفم گوش کن. باید فردا برگردیم روستا خوراکی بدزدیم. نباید اینو به کسی بگی. چرا؟ این قانون ماست. همه حق دارن از همه چی خبر داشته باشن. همیشه برای هر قانونی استثنایی میدونم، ولی اینجا استثنایی وجود نداره. من گشنمه. ما گشنمونه. میدونم، ولی باید تا فردا صبر کنین تا ببینیم چی کار میشه کرد. حالا از من اطاعت کنین و فوراً برین بگیرین بخوابین. من برم بخوابم؟ یادت فردا قراره بمیرم. خواهش میکنم. این یه دستور، بحثم نداره. همه برین بخوابین. گشنمه، خیلی گشنمه. اگه نون داشتیم خیلی خوب بود، نه؟ میتونم بوی خوب نون رو حس کنم. اگه نون داشتیم روش کره میمالیدیم و با یه کاسه شیر میخوردیم. بوی تخم مرغ عسلی رو حس نمی کنیم؟ بیاین به شرق جنگل، با خودتون غذا هم بیارین. گفته بودم که این مرد به ما خیانت میکنه. بکشیمش! 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 این رفتار تو لوکاس مثل آدم بزرگاست. تو چرا اومدی اینجا؟ بکشیمش! اومدم شماها رو ببرم خونه هاتون. اگه بخوای این کارو بکنی یعنی اینکه خیلی احمقی. من تو رو میکشم. بکشیمش! مگه مرگ برای من خوشبختی نمیاره؟ برای بزرگسالا نه، فقط برای بچه ها. بکشیمش! 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 اون سزاوار مرگ بود. بزرگسالا فقط برای آدم بدبختی میارن. حالا برین بازی کنیم. فردا مراسم مهمی داریم که باید اجرا کنیم. قراره کارن بره به بهشت. لوکاس کی میتونیم غذا بخوریم؟ من خیلی گشنمه. تو خیلی عجله داری. باید مطیع دستور من باشی. من رئیس شمام، فهمیدی؟ ولی من گشنمه. گفتم که باید صبر کنی.
نمردی؟ نه هنوز که زندم. من از مرگ میترسم، نمیخوام بمیرم. تو چی؟ اصراری ندارم. این عادلانه نیست. آخه این دفعه نوبت لوکاس بود. چی گفتی؟ نوبت اون بود که بمیره، چون اون از من بزرگتره. حالا میگه من باید بمیرم. پس مرگ برای اون جذابیتی نداره؟ فکر نمی‌کنی داره شما رو گول میزنه؟ به من اعتماد کن، ما نجات پیدا میکنیم. باور میکنی؟ یه غار اونجاست. آره. قانون ماست، هممون باید بمیریم. اصلا نترس کارن. میخوای مثل پدر و مادرمون بشی که همش افسوس دوران کودکیشون رو میخورن؟ یا با کسی ازدواج کنی که ازش متنفری؟ آدم باید احمق باشه که بخواد اونجوری زندگی کنه. اگه زندگی به نظرت اینقدر وحشتناک میاد چرا خودت نمیمیری؟ الان نوبت توئه، از همه بزرگتری. درست نمیگم؟ اون از همه بزرگتره مگه نه؟ اینو درست میگه لوکاس. ساکت باش، من اینجا به هیچ کس جواب پس نمیدم. قوانینم من وضع میکنم. اولین کسی که جرأت کنه با من مخالفت کنه میکشمش. پس دیگه بحث نباشه، مراسمو تمام میکنیم. اگه این دوتا نمیرن ما دیگه رنگ خوشبختی رو نمیبینیم. به موقع رسیدیم. دستشونو باز کنید. نه! تو خجالت نمیکشی؟ جیلبر! مادر دارم از گشنگی میمیرم. اوه عزیزم جیلبر! بچه ها تقصیری ندارن. وعده های لوکاس براشون خیلی جذاب بوده.